در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 ناحیه وخش با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش، جماعت دهات رودکی، شعبه معارف و دیگر مسئولان سیمخانه‌های علاوگی به استفاده داده شد. طبق اطلاع مسئولین، انشاءات مذکور از جانب کمیته پدر و مادر و صاحبکاران محلی بنیاد گشته است. بنای مذکور از 5 سیمخانه کشاد و برهوا مجهز با اشیا و عیانیت درسی عبارت بوده برای 240 نفر خواننده در 2 بس پیش بینی گردیده است. در این روز صحن مؤسسه مذکور با نصب شعار و آویزه‌های نوروزی فضای ادامه داشته با اشتراک ساکنان دهه شهرشهر جماعت دهات رودکی و خوانندگان فعال مؤسسه چهاربینی دانه نوروزی راه اندازی گردید. ضمن برگزاری چهاربینی تاکید شد که نوروز جشن است با احیا و سرسبز گردیدن طبیعت به خاندان مردم کشور سرور و شادمانی می آورد و آدمان را در برابر ظاهر آراسته و پاکسازی باطن و از قلب‌ها بیرون کردن کینه و عداوت تشویق و هدایت میکند. در ادامه بهر سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی یک قطار مسئولین با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش قدردانی شدند. در یک گوشه دیگر نوروزگاه از جانب ساکنان و جوانان فعال دهه مسابقه گوشتین ملی گوشتینگیری تشکیل کرده شد. همه نورسان و جوانان در این مسابقه فعالانه شرکت نموده با پیروز شدن به حریف خود با تحفه‌های تأسیس نموده دستاندرکاران سرفراز گردیدند. همین طریق جشن بین المللی نوروز با رقص و شادی نورسان در فضای ادانه و با پیشنهاد و ترانه‌های مسئولین بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه خوش و خاطرمان برگزار گردید.